بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در دوره کارهای آبادانی طبق نقشه انشاءات‌های جشنی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه واسع در دهه حسن آباد دهات توگرک راهی بین دهه حسن آباد تا دهه توگرک منفرش کرده شد. کارهای منفرش نمودن راه مذکور با دستگیری صاحبکاران شخصان سخاوتمند دهه اول ماه نوامبر شروع گردید. بر اساس هدایت‌های آبادکاری و سازندگی بخشیده به جشن 35 سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان ما امروز بین دهه حسن آباد و دهه توگرک را اسفالت پوش کردیم که قریب 1 کیلومتر را در بر میگیرد و این پلی که حاضر میبینین این پل قریب زیاده از 1 سال دیگر بود ولنگار شده بود. این را هم با دستگیری صاحبکاران دهه حسن آباد ساخته را از نوسازی کردیم و همه تکنیکایی که در راهی اسفالت کردن این بین دو دهه هستند خدمت کرده ایشان همه این تکنیک‌ها حسابی وزارت نقلیات میباشند. دهه حسن آباد را به دهه توگرک و شاهراه این پل میپیوست. پل مذکور 8 ماه پیش ویران گشته در حالت کارناشیان قرار داشت و حرکت واسطه‌های نقلیات تا این دهه با واسطه راه مذکور امکان ناپذیر بود. برای همین بازسازی آن قریب مدت 1 سال ادامه یافت. با زحمت‌های بسیار همین کوپرو را ما راست کردیم. اینا حاضر به استفاده اش میتیم. با 400 متر دیگر را از موجا اسفالت کرده با بالای کوپرو اسفالت پوش کرده. انا چی کردیم با خیلی مهنت میکنی را همی نکی پروردگار که خدا هدایت کنه همی چیای ما را که با همی خیلی ما را طرفداری کنن. ما حاضر با یک پلان کردیم که یک مکتبی زمانوی باید در می دهمون بسازیم با همی چیز صاحب کارو. یادآور شدن به مورد است که کارهای منفرش نمودن راه دهه حسن آباد تا دهه توگرک مسافه 5 کیلومتر را تشکیل می‌دهد. تابستان سال گذشته آغاز یافته و اکنون با انجام یافتن کارهای برقرارسازی پل در این دهه به انجام می‌رسد. کارهای ساختمانی در منطقه باقی مانده را تا دهه توگرک ادامه می‌یابند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسع برای برنامه اطلاعاتی نوید.